سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. توی این ویدیو میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم یه پروژه ساده Node.js که خودمون نوشتیم رو بتونیم به صورت رایگان روی وبسایت render.com یه جورایی دیپلوی بکنیم. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. بذارید قبلش نمونه نشونتون بدم. این فکر میکنم مناسب باشه. این یه API فایل حافظه که خیلی راحت میاد هر دفعه برای شما یکی از غزلیات حافظ رو به قولی نشون میده. یه نمونه API خیلی ساده است و حالا اگه شما بخواید در واقع این شکلی باشه که بخواید یه پروژه بزرگ و پیاده سازی بکنید خب قطعا سراغ این نمیاد، ولی بعضی وقتا شما میخواید تست بکنید پروژهتون رو. بعضی وقتا هست که شما میخواید بدون هزینه یه چیزی رو بیارید بالا بقیه ببینن، یا حالا برای اونایی که تازه دارن در واقع مسیر نوت.جی.اس رو میان جلو، یا اصلا نیاز دارن به یک نمونه، به یه سرویسی که بتونه این کار براشون انجام بده. اینو من اومدم که به شما در واقع توضیح بدم. این شکلیه که دوتا روتس داره، میاد توی در واقع در مسیر آل. شما اگر آل رو انتهاش بزنید توی این روت میاد همه رو به شما برمیگردونه، و اگر فال رو هر دفعه چیز رندوم به شما برمیگردونه. و ما میخوایم چنین چیزی رو بنویسیم. من اومدم اینجا یه دونه در واقع API خیلی ساده با Node.js نوشتم که میاد یه دونه فایلی دارم به اسم codes.json، نقل قول ها، میاد اینا رو در واقع این فایل رو میخونه، تصادفی توی بخش رندوم یه چیزی رو برمیگردونه. یعنی اگر من بیام اینجا بزنم لوکال هاست 1000 مثلا رندوم، میاد و یه چیزی رو من برمیگردم. من میخوام اینو آنلاینش کنم، میخوام روی لوکال هاست نباشه، بشه واقعا به عنوان یه API واقعی استفادهش کرد. میخوایم الان بریم با هم ببینیم چطور میتونیم پیاده بکنیم. قبل از هر چیزی شما باید تو وبسایت render.com ثبت نام کنید. یعنی اگر تو وبسایت render.com اکانت ندارید باید برید ثبت نام کنید. کاملا رایگانه ایمیل ازتون میگیره و مثل همین محیط براتون میاد دیگه. و مورد بعدی این که بعد از اینکه وارد اینجا شدید روی نیو میزنید و روی وب سرویس میاد شما کلیک میکنید. برای اینکه شما بتونید در واقع پروژهتون رو دیپلوی بکنید باید سورس کد بهش بدید. این سورس کد یا باید توی گیت هاب باشه یا گیت لب یا بیت باکت. اگر در واقع مخزن گیتتون پابلیکه اینجا میتونید آدرس رو بهش بدید یا حالا داکر بهش بدید. در نهایت شما باید به یه شکلی بتونید پروژهتون رو بهش بفهمونید دیگه. و پیشنهاد من گیت هابه. من خیلی راحت اومدم اینجا یه دونه ریپوزیتوری ساختم تحت عنوان تست اپ. اینجاست. من میخوام پروژه‌مو اینجا پوش بکنم و بهش بدم. من میام اینجا ترمینال رو باز میکنم، میگم که میخوام برام کلون بکنی این رو. بعدش میام این دوتا فایل رو میریزم اینجا. بذار cd test app وارد فولدر بشیم. بیت استاتوس من تغییرات رو کامیت بکنم. کامیت پوش. بعد از اینکه در واقع من اومدم و آپلود کردم اینجا فایلامو، اینجا الان باید برای من بیاد دیگه. بله میبینید چنین چیزی رو ما داریم. بعد از اون شما میایید در واقع اون آدرس مخزنتون رو کپی میکنید، میایید اینجا بهش میدید. اگر مخزنتون پرایوته اینجا شما میتونید وصلش کنید به گیت هابتون. من الان میخوام مخزن پابلیک رو بهش بدم. بعد از اون میگه اسم براش بذار، همین میذاریم میمونه. اینم که کاری باش نداریم. اینجا لنگویج رو حتما بذارید روی نود. برای گو داره، برای پایتون داره، برای روبی داره، برای راست داره و خیلی زیادی. ما میذاریم روی نود دیگه، پروژه‌مون نوده. و میگه برانچ اصلیتون که حالا ما یه دونه مستر رو داریم و ریژنتون این حالا خودش توضیح داده چیه، کاری نداریم. ما میرسیم به این بخش که نوشته بیلد کامند و استارت کامند. بیلد کامند در واقع زمانی که بخواد پروژه بیلد گرفته بشه. مثلا شما وقتی پروژه رو دارید احتمال داره شما از یه سری ماژولا استفاده کرده باشید توی npm. خب مثلا دستور بیلدتون چی میشه؟ npm install برای مثال. خب و اینجا میشه دستوری که شما برای بیلد باید قرار بدید. این میشه استارت کامند که در واقع این قراره باعث بشه که اون در واقع سرور شما استارت بخوره. ما دستورمون اینجا چیه؟ ما اینجا باید بگیم node server.js دیگه، که اون
در واقع سرور ما بیاد بالا. پس استارت کامند ما میشه این. بیلد کامند خب من فقط از فایل سیستم استفاده کردم و HTTP و این دوتا کاملا بیلتینن دیگه توی نود، پس اساسا نیازی ندارم دستور خاصی وارد کنم. ولی این شکلی خب دستور خاصی وارد نکنم، مثلا npm اینستال یا هر چیز دیگه ای، اصلا من npm استفاده نکردم دیگه، دیدید توی پروژه دو تا فایل بیشتر نبود. این ریکوایرده، یعنی شما حتما باید چیزی بنویسید اینجا. من میگم اکو کن server started، اکو کن hello، سختش نکنید. و این زمانی که میخواید بیلد بگیرید یه دستوری باید انجام بشه. من میگم اکو کن، چه میدونم چه چیزی. میایم پایین، اینجا داره به شما پیشنهادهای وسوسه انگیز خودش رو به شما میده که شما خب تو ایرانید احتمالاً و نمیتونید این پیشنهادات جذابش رو رد بکنید. خب به خاطر همین مجبورید نسخه رایگانش استفاده کنید. میگه for hobby projects، برای پروژه‌های سرگرمانه چه کلمه‌ای ساختم، برای پروژه‌هایی که برای سرگرمیان فان. و میگه که شما 512 مگ رم دارید، 1/10 سی پی یو دارید. حالا نمیدونم منظورش 1/10 کوره مگه میشه یه هسته رو، به هر حال در نهایت میخواد به شما بگه که خیلی ضعیفه. میگه که یه نکته هم که به شما میگه بعد یه مدت مثلا شما یه تعداد ریکوست که دریافت نکنید، این در واقع ضعیف میشه، داون میشه، یه جورایی خاموش میشه و دوباره مجدد که ریکوست بخوره دوباره میاد بالا. یعنی ممکنه شما ریکوست بزنید و یکم طول بکشه. به خاطر اینه که همیشه در واقع اون روشن برای شما نمیذارن اون سروری که اونجا هست. ما از این فریش میخوایم استفاده کنیم. برای کارهای حرفه‌ای ترم در واقع پلن‌های مختلفی داره. منم اسپانسرش نیستم. آره دیگه منم اسپانسرش نیستم. پول نمیتونی بخریم، ولش کن. و اینجا حالا قابلیت‌های مختلفی داره. من میام اینجا دیپلویش میکنم. دیپلوی که اینجا انجام بشه یه زمانی میبره، اینجا هم داره به شما میگه ممکنه تا 50 ثانیه هر ریکوستتون برای وقتی که در واقع ریکوست جدیدی دریافت نکنه ممکنه 50 ثانیه. خب خطا گرفتیم، مرسی ممنونم. این به خاطر این هلوه گیر داده، فکر کرده کامندی چیزیه. بهتر بود اصلا رو نمیذاشتیم، یه جوری اشکال نداره. میام اینجا توی ستینگ میگم فقط یه هلو معمولیه، چون انقدر سخت میگیری. خب دوباره رفت فرا بیلد. یه آدرس اینجا به شما میده، این آدرس میشه در واقع اون آدرس API شما. و الان دپلوی نشده، صبر میکنم تا دپلویش انجام بشه. هلو رو اینجا گفت، کامند بیلدشه، آپلود. خب بیلد ساکسسفول. اینجا الان باید به من بگه server is running successfully، دقیقا شبیه چیزی که من توی ترمینال خودم داشتم. داره دپلوی میکنه، هنوز اون در واقع نتیجه رو نداده. خب server is running successfully, your service is live. الان اگه اینجا بزنم میگه bad request، اینجا بزنم رندوم، به من یه دونه چیز رندوم میده هر دفعه. و اگر بزنم all، همه کوتا رو به من برمیگردونه. چقدرم جذاب و زیبا. یعنی اساسا من اینو بیارم توی پستمن دیگه، به جای اینکه روی لوکال هاست بخوام این کارو بکنم، از یه سرور واقعی دارم این اطلاعاتو دریافت میکنم و این خیلی باحاله. برای کسی که داره تازه نود جی اس یاد میگیره خیلی باحاله، خیلی بهش کیف میده. اوکی، اینم از این. خیلی راحت شما میتونید بیایید و پروژه های نود خودتون رو، من حالا اختصاصا برای نود گفتم، ممکنه برای پایتون و اینا هم کاربرد داشته باشه نمیدونم، ولی خیلی میتونه روی تستا بهتون کمک بکنه. یه چیزی داشته باشید که حالا بقیه بتونن ازش استفاده کنن، یه سری ریکوست بهش بفرستن، یا خودتون بتونید حداقل به عنوان چیزی که داره کار میکنه نشونه بقیه بدید که این الان داره کار میکنه. و یکی از سوالاتی که ممکنه داشته باشین که دیتابیس هم داره، مثلا من میخوام به مانگودیبی وصلش کنم، من میخوام به پستگرس وصلش کنم. اینجا اگر شما در واقع دو تا ردیس رو داره و پستگرس کیو و داره چنین چیزی رو، و بازم پلن فری هم داره، ولی اینکه حالا شما چطور بخواید ازش استفاده کنید نمیدونم. شاید جلوتر به درد خودم خورد، دوباره اومدم یه ویدیو درباره‌اش ساختم، ولی من مانگو رو اینجا ندیدم، حداقل اینجا پستگرس رو دیدم.
ولی قطعا یه سری سرویسات داره که به شما کمک میکنه دیگه. پلن اونم نوشته هابی. سوالی داشتید حتما بپرسید. ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که کمکتون کرده باشه. مرسی.